هر بار سوار ماشین میشی یه چیزی تو دلت فرو میریزه، بدون اینکه بفهمی چرا. دستات شروع میکنه به عرق کردن، نفست تند میشه، انگار یه چیزی رو قفسه سینه‌ت سنگینی میکنه، یه حس گنگ و عجیب. این نشونه ها برات آشنا نیست؟ میخوای سوار ماشین بشی، یه اضطراب عجیب میگیری که هیچ دلیلی براش پیدا نمیکنی. یه روز عادی تو جاده رانندگی میکنی، آهنگ مورد علاقت پخش میشه، همه چی آرومه، اما یهو یه ماشین از کنار جاده میپره جلوتو. از اون روز به بعد هر بار که سوار ماشین میشی علائمی که گفتم میاد سراغت. اینها نشونه های PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه است. ذهن ما خاطرات تروماتیک رو دفن میکنه، ولی این خاطرات گم نمیشن، اونا یه جایی یه زمانی خودشون رو نشون میدن. شاید توی خواب، شاید وقتی از اون خیابون لعنتی رد میشی، شاید موقعی که میخوای سوار ماشین بشی. اگر این حس برات آشناست، بدون که بهش میگیم PTSD و در افرادی که یک حادثه تروماتیک رو تجربه کردن ممکنه ایجاد بشه. اما مهمتر از اون اینه که بدونی این اختلال درمان داره و اون درمان رو تو کپشن برات نوشتم.